سولز، یه ژانر که امروزه داره کامیونیتیش همینطوری به سرعت رشد میکنه و برای بهتر فهمیدن تاریخچه این ژانر باید کلی فلش بک بزنیم. پس برای حمایت از من لایک، ساب و زنگوله یادتون نره که بزنید. فلش بک به سال 2004 و یه حسابدار به عنوان طراح سری آرمورد کور انتخاب و به شرکت فرام سافر ملحق شد. اسم این حسابدار هیدتاکا میازاکی بود. اون بعد از 3 بازی آرمورد کور و کارگردانی اونا یه بازی به اسم دیمن سولز رو طراحی و کارگردانی کرد و بازی رو ساختن و عرضه کردن به انحصاری PS3 و سونی در 5 فوریه 2009 توی ژاپن این بازی رو عرضه کرد و شرکت اطلس در 6 اکتبر 2009 توی امریکا و شرکت بندای نامکو 23 ژوئن 2010 توی استرالیا و اروپا. در اوایل عرضه بازی توسط رسانه‌های خارجی و داخلی سرکوب شد، ولی توی اروپا برعکس منفجر شد و بهترین بازدهی رو داشت، جوری که بندای نامکو رفت سراغ میازاکی و تیمش و با هم ساخت یه بازی به اسم دارک سولز رو شروع کردن و دارک سولز رو خود میازاکی تهیه و کارگردانی کرد و توی 2011 بازی به طور کامل یه شاهکار شناخته شد و هر دو شرکت جون گرفتن و به کاراشون ادامه دادن و در 2014 سراغ نسخه دوم رفتن. اما توی این بازی میازاکی نه کارگردان بود نه تهیه کننده، فقط سرپرست بود که همینم بازی رو نسبتاً ضعیف کرد، ولی میازاکی دست رو دست نذاشت و سال بعد بلادبورن یه شاهکار تمام عیار رو عرضه کرد. این بازی انحصاری PS4 شد و همینطوری سال بعدش دوباره رفت سراغ نسخه سوم دارک سولز و یه شاهکار دیگه خلق کرد که دارک سولز 2014 رو قشنگ شست و برد. البته دارک سولز 2 بازی افتضاحی نبود و اتفاقا بازی داستان قوی داشت، ولی گیم پلی به شدت بدی داشت و به خاطر همین دارک سولز 2 زیاد مورد پسند نبود و رسیدیم به سال 2018، یعنی بازی سکیرو که یه شاهکار دیگه ای از کارهای میازاکی و در سال 2022 هم الدن رینگ که به نظرم بهترین بازی 2022 اینه و اینم از تاریخچه بازی سولز لایک. حالا میرسیم به ویژگی های گیم های سولز لایک. اولین ویژگی رست و لول اپ در جایی که بهشون بونفایر، گریس و لامپ میگن. وقتی شما توی این گریس یا حالا لامپ یا بونفایر میشینید، اون هاتباری که دارین، هاتبار HP یا حالا جادویی که دارین یا جون پر میشن و حتی اون استوس هایی که فلاسک هایی که استوس هستن یا حالا هرچی هستن برمیگردن و به عدد اصلی برمیگردن و دشمن های محیط زنده میشن. دومین ویژگی اینه که بعد مرگ سول یا رون هایی که اونجا مردید میفته و شما باید باز برید به اونجا و از اونجا سول یا رون هاتون رو بردارید و اگه بمیرید دیگه کلن اونها از بین میرن. سومین ویژگی اینه که شما توی بازی چیزایی مثل گارد بریک، پری، بک استپ دارید که هر ستاشون میتونن یه دمیج بدی بزنن. مثلا بعضی از باس ها هم میتونن استان بشن و شما خیلی راحت یه دمیج خیلی بد بهشون بزنید و با چه چیزی استان میشن؟ با پری کردن یا ضربه سنگین که میتونه گارد بریکشون کنه یا ضربه از پشت که بک استپ میگن بهش. چهارمین ویژگی داستانگویی محیطی است که تو بازی‌هایی مثل الدن، دارک سولز و بلادبورن و غیره زیاد پیدا میشه که خیلی قرار مفصل توی یه ویدیوی دیگه دربارش حرف بزنیم. پنجمین ویژگی یکی از ویژگی‌های مهم سولز لایک است. اونم اینه که بعضی از دشمنا میتونن شما رو بک استپ کنن یا بک استپ که نه، در واقع میتونن شما رو گارد بریک کنن و با یه ضربه بکشنتون.
و یه چیز دیگه ای که توی خیلی از سولز لایک ها هست و در واقع ششمین ویژگیشون شناخته میشه، هاتباری برای چیز به حساب میاد، در واقع اندورنستون یا اون نوار سبز رنگ که استامیناتون به حساب میاد که اگه اون خالی شه گارد بریک میشید. ویژگی هفتم، گاهی اوقات توی بازی‌های سولز لایک نوار آبی رنگی وجود داره که برای جادوها، اسپل‌ها و انتنکیشن‌ها و اشاوارها استفاده میشه که میتونه خیلی برای باس فایت‌ها و انمی‌های سخت کارساز باشه. ویژگی هشتم درباره ساین‌هایی تو بازی هستن که وقتی شما وارد یه منطقه باس فایت میخوایم بشین اونا ظاهر میشن و توی بازی‌هایی مثل الدن رینگ هم دیدیم که اشاوار به بازی اضافه شدن که با یه زنگوله میتونین اون اشاوارها رو به وجود بیارین و باهاشون برین باس فایت ها یا کلا توی یه کمپ همه اون کمپ رو بزنید. ویژگی نهم درباره آنلاین بازی کردن توی بازی‌های سولز لایکه که شما میتونین چند نفره بازی رو ران کنین و با هم پلی بدین و توی بازی‌های مثل الدن رینگ هم دیدیم که وقتی دارین بازی‌ها رو آنلاین پلی میدین، طرفی که داره با شما بازی میکنه میتونه برای خودش لوت برداره و محیط رو لوت کنه. توی آنلاین بازی کردن یه ویژگی دیگه که وجود داره اینه که شما وقتی دارین آنلاین بازی میکنید یهو اینوید میشید که وقتی اینوید بشید اگه طرف رو بکشید میتونین امبر، هیومانیتی و چیزای دیگه بگیرید، ولی اگه اون شما رو بکشه همچنان اونم میتونه از شما کلی امبر و هیومانیتی بگیره. ویژگی مربوط به لاک کردن روی انمی هاست. حالا اگر انمی ها خیلی آسون باشن سریع میتونین بدون اینکه لاک کنین بزنینشون، ولی اگه سخت باشن یا باس فایت باشه بهتره که روشون لاک کنین و بزنینشون که بازی رو خیلی نسبتا میتونه براتون راحت تر بکنه و توی 90% سولز لایک ها هم همچین ویژگی وجود داره. خیلی خوب دوستان، خیلی ممنون که این ویدیو رو دیدید. خیلی ممنون میشم لایک کنید، ساب کنید و زنگوله رو بزنید و تا ویدیوهای بعدی که قراره ویدیوهای بعدیمون داستان جنرال رادان باشه و منتظر اون باشید. خیلی ویدیوی پرفکتی قرار بشه. خیلی ممنون میشم لایک ساب رو هم که گفتم بزنید و تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.